آقا خانوم بیاین منو بخرید. تو چرا روژن لب زدی؟ چیکار کنم؟ کسی از بغل خیابون شکلات نمیخره. احمق، مگه فقط موضوع روژن لبه؟ مردی ها. خب چیکار کنم؟ تازه وایت چاکلت های ریسیست هم منو مسخره میکنن. تو واقعا یه تختت کمی ها. نه اینها پشت سرمن. نه یعنی مغز نداری. چرا اتفاقا مغز دارم. چی میگی؟ ببینم اصلا تو چرا داری خودتو میفروشی؟ منم کسی نمیخره. بابا تو که دیگه پدرت قهوه است. مغازه چرا نداری؟ نه بابا 3 سالم بود پدرم اسپرسو کردن، دبل بود، مادرم هم رفت. خدا بیام ورزه. خواهر برادرات چی؟ ولی خواهرم چند سال بعدش با این موکا نامزد کرد رفت آمریکانو. برادرم هم که یه لاته بی سر و پا شد. آخرام گرفتن آسیا بهش کردن. ای بابا تو چرا این وضعی؟ تو که پسر هات چاکلتی پولداری. نه بابا من حاجی 20 سال قهریم. به خاطر مشکلش با خانواده لبنیات نذاش منو شیرکاکائو بشیم. میگم مگه از رو نوتلای من رد بشی بزنم. ای بابا شنیدم حاجی خیلی هم تلخ شده نه؟ آره بابا دیگه خب 80%شه. قهوه و شکلات؟ بله. بپرید بالا. کجا؟ شهرداری شمایی؟ نه عزیزم تو اسنپفود یه بخش هست برای قهوه و شکلات. اونجا راحت میخرنتون. چرا خدایا دمت گرم. بزن بری. هی فود استوری فقط در اینستاگرام اسنپ فود.